پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحش می‌فرمایند رباط یوم و لیلة خیر من صیام شهر و قیام. در حدیثی که سلمان فارسی از پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روایت میکند، میگوید شنیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود بیدار بودن، بیداری کشیدن در یک شب و روز در مرز برای حفظ مسلمانان، برای حفظ وطن، خیر من صیام شهر و قیام، بهتر است، افضلتر است از یک ماه روزه نافله. یک انسان روزهای پنجشنبه و دوشنبه و بین ماه روزه میگیرد، روزه های نافله میگیرد، یعنی که بگیم یک ماه روزه میگیرد، ماه روزه نافله در اینجا فرض در مقصد نیست، و قیام و شبها زنده داری میکند، شب زنده داری میکند، عبادت و طاعت میکند. یک ماه عبادت این شخص برابر با یک عسکر بچه‌ای که در مرز میستد و خوابش را ترک میکند برای حفظ ناموس و دین و خانواده مسلمانان و کشور میستد و خود را سپر میکند. اینها اجر و پاداششان برابر است. و این مات جرى علیه عمله الذي كان يعمله، اگر بمیرد، اگر در این راه شهید شود، همین اجر و پاداشی که هر روزه در این عبادتش میگرفت در قبر، در آرامگاهش همون اجر و پاداش به او داده می شود. و اجری علیه رزقه، و به او رزق داده می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند و اشاره به قبر کردند، گفتند هذا روضة من ریاض الجنه، این خانه اول آخرت شما، یعنی قبر شما، بغچه های از بغچه های جنت است. خداوند به همه ما و شما نصیب کند، و گذشتگان ما و شما نصیب کند. قبرهایشان را بغچه های از بغچه های جنت بگرداند و روحهایشان را از ما و شما شاد بدارد. دوام حدیث چطور است؟ هذا روضة من ریاض الجنه، این قبر برای شما یا که باغی از بغچه های جنت می شود، او حفر من حفر النار، یا اینکه چاهایی از چاهای جهنم برای شما میگردد. مکان مار و کژدم و دیگر عذابهای قبر که بسیار وزنین است. خداوند ما و شما را از عذاب قبر در پناهش نگاه بدارد، گذشتگان آیندگان ما و شما را از عذاب قبر در پناهش نگاه بدارد. و امین الفتن، و از فتنه های قبر و عذابهای قبر در امان میماند. این سخنی من نیست برادران عزیزم، این حدیثی که سلمان رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنند و این حدیث در صحیح مسلم آمده است. عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عینان لا تمسهم النار ابدا. از انس رضی الله عنه خداوند از او راضی باشد روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود دو چشم است که هیچگاه و ابدا آتش جهنم به آن نمیرسد، به صاحب این دو چشم نمیرسد. این چشم های کدام انسان ها اند و چی عملی دارند که آتش جهنم حق سوزاندن این را ندارد؟ عین باکت من خشیت الله، چشمی که از محبت پروردگار و از ترس پروردگار جل و علا پر از اشک می شود، نمناک می شود، می گرید. پروردگار تو را دوست می دارم، پروردگار چنانی که شایسته تو است را عبادت کردن نتوانستم، پروردگار من ضعیفم و ناتوانم و از من بپذیر. وقتی انسان از محبت و ترس خداوند چشمهایش پر از اشک می شود، پیش از اینکه قطره اشکش به زمین بچکد نزد الله جل و علا قبول می گردد. و عین باتت تحرس فی سبیل الله، و دیم چشم کدام چشمان صاحبشان کیها هستند و چی فضیلت و چی عملی دارند؟ چشمانی هستند که بیدار خوابی میکشند در راه خدا، در راه حفظ دین خدا و در سرحدها میستند و از دین و از ملت و از مردم و از مسلمانان حمایه میکنند. رواه النسائی، روایت امام نسائی. برادران عزیزم، ارتش هر کشور
نشانه قدرت و استقلال آن می باشد. پس به دست آوردن استقلال این دولت، این ملت، جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، برای تحکیم قوه‌های مسلح کشور تدبیرهای بزرگ اندیشیدند. امروز ارتش ملی ما کفیل امنیت دولت، محافظ مرز و بوم مقدس و نگاهبان ثبات جامعه می باشد. در جهان معاصر که تهدیدهای امنیتی روز تا روز افزایش می‌یابند، حفظ وطن تنها مسئولیت نظامیان نیست برادران عزیزم، بلکه وظیفه هر یک شهروندی با شرف می باشد. همکاری و در برابر آنها ایستادند و دستگیری ارتش ملی و تربیه نسل جوان در روحیه وطن دوستی، این عملی است که جامعه ما را از تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت می‌کند. ضرورت حفظ وطن در شرایط امروز منطقه‌های علاهیده، مخصوصاً بعضی از کشورهای جهان اسلام، با چالش‌های گوناگون امنیتی روبرو هستند. فتنه‌ها، افراط‌گرایی‌ها، تروریسم و گروه‌های خراب‌آور می‌خواهند که ثبات کشورها را برهم زنند. در زمان ما برادران عزیزم می‌خواهند که باز همان تبر تقسیم‌ها را از سر شروع کنند. می‌خواهند که کشورها را باز تقسیم کنند، باز غصب کنند. سرزمینی از سرزمین دیگر صدها کیلومتر دور است. ظلم چنان زیاد شده است، ظلم چنان آشکار شده است. این نشانه‌های آخر قیامت است برادران عزیزم. قرآن کریم درباره گروه‌های فتنه انگیز و افراطی آگاهی می‌دهد. خداوند جل و علا در سوره بقره آیت 205 می‌فرماید و خداوند تبهکاران را دوست نمی‌دارد. در چنین وضع ما شهروندان تاجیکستان باید درک کنند که حفظ وطن تنها توسط ارتش ملی امکان پذیر نیست. هر یک شخص باید در قلبش محبت وطن را پرورش دهد، فرهنگ ملی را احترام نماید و به تربیت نسل جوان در روحیه وطن دوستی اهمیت خاصه داشته باشد. پیامبر محبوبمان صلی الله علیه و سلم وقتی که او را از وطنش، از شهر مکه بیرون کردند، میخواستند که به قتل رسانند، پیامبر محبوبمان صلی الله علیه و سلم بالای تپه های مکه برآمدند و هجرت کردند. وقتی طرف شهر مکه گشتند و چشمهایشون پر از اشک شد. محدثین میگن من حب وطنها، پیامبر از محبت وطنش چشمهاش پر از اشک شد. محبت وطن را برادران عزیزم همون دانشجویان یا مهاجرینی که یا مسافرانی که در بیرون از وطن زندگی میکنند، ارزش این وطن، محبت وطن رو در حقیقت با تمام میتونیم که در دل آنها ببینیم. هیچ سرزمینی دیگری برای ما و شما وطن شده نمیتواند. در قرآن سوره بقره و در چند سوره های دیگر میبینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگر پیامبران برای امن و امنیت و صلح و پیشروی وطنشون دعا کردند و عمل کردند. پس ما هم باید چنین کنیم، پیامبر خود را الگو بگیریم و دینمون را حفظ کنیم، فرهنگ اسلامی همون را باید حفظ کنیم، فرهنگ ملی همون را باید حفظ کنیم. فرهنگ تاجیکی، فرهنگ ملتی ما و فرهنگ اسلامی هر دو یک است. هیچ کسی نمیتواند فرهنگ ملت تاجیک را از فرهنگ اسلامی جدا کند. پس برادران عزیزم به مقدسات دینی و مقدسات ملی همون احترام بگذاریم و آنها را به مانند گوهرک چشم حفظ کنیم و دعا کنیم خداوند جل و علا این ملت، این وطن عزیزی ما را از تمام گزند، از تمام خطرها، از تمام فتنه ها در پناه عصمت خویشش نگهبان باشد. ارتش ملی ما را، قوه های مسلح ما را باز هم پرقدرت‌تر و کامیابتر کند. خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت گرداند، دعاهای ما را اجابت فرماید، بیمارانمان را شفای کامل و عاجل نصیب کند، قرضدارانمان را از قرض رهایی بخشد
پروردگار و زندانیان ما را اصلاحی و آزادی نصیب بفرما. پروردگار و برادران خواهران ما که در مهاجرت مهنتی هستند آنها را در حفظ و پناهت نگهبان باش. آنها را به گزند و سالم دست پر و عزتمند به وطن بر بگردان. پروردگار این بندگانت که دست برداشتند هر یکی امیدها و آرزوها دارند. پروردگار تو خود از دلهای ما آگاهی همه ما را به مقصدهای اصلی و رضایت خودت برسان. پروردگار آنانی که برای پیشرفت این ملت و این وطن و این مردم کوشش و مهنت میکنند، پروردگار از پیشوای ملت تا عسکرهای قطاری و تمام مسلمانان، پروردگار در عمر و کسب و کارشان برکتت را همیشگی بگردان. هر نیتی نیکی که برای این ملت این وطن دارند پروردگار جامعه عمل بپوشان. پروردگار آنانی که سهم میگذارند برای پیشرفت این مسجد و تمام مسجدها، پروردگار در عمر و کسب و کار و تجارت و فرزندانشان پروردگار برکتت را همیشگی بگردان. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.